خب ضمن تشکر از رفیق صادق کار که مصاحبه با ما رو پذیرفتن، همونجور که تو جریان هستید طی سال گذشته چالشی سنگینی بود بین کارگران و دولت آقای روحانی در ارتباط با تغییر قانون کار که خب به دلیل تبعاتی که داشت و نزدیک بودن انتخابات فعلا این طرح از دستور خارج شده و به دولت بازگشت. خواستیم شما رفیق صادق بگید که شرایطی که طی شد سال گذشته، بعد موضوعی که چرا این قانون رو برای تغییر به مجلس ارائه دادن رو برای بینندگان ما توضیح بدید. بله، با تشکر از لطف شما. عرضم حضور شما که مسئله قانون کار در واقع اینکه چرا آقای روحانی تصمیم گرفت این کارو بکنه، همونطور که میدونیم قانون کار همیشه یک قانون مورد مناقشه از دیرباز تا کنون در ایران بوده. از ابتدا اولین قانونی هم که تصویب شد بلافاصله بعد از اینکه شورای متحده و مرکزی و نیروهای چپ و سرکوب کردن، در واقع انجام اونم متوقف شد و بعد تا سال 1337 که دوباره یواش یواش شروع کردن به قانون کار و قانون کار جدید و یه مقداری با تغییراتی که دادن. بعضی از تغییرات منفی بود که از اون قانون کار سابق وجود داشت، اونها رو زدن چون مطلوب نبود. بعد تازه در کمیسیون مجلس هم تصویب شد، در خود مجلس تصویب نشد. به هر حال اوایل انقلاب هم ما می‌دونیم که یک کشاکش شدید بود بر سر تغییر قانون کار که کارگرها و احزاب و اتحادیه و شورای کارگری می‌خواستن که قانون کار اصلاح بشه و موادی رو که فکر می‌کردن علیه کارگرها هست مثلا ماده 33 قانون کار، اینا رو باید حذف می‌کردن. خب از همون موقع هم این جناح بازار اینا مخالفت میکردن به شدت با این کار و حتی میخواستن قانون کار رو تغییر بدن، به عقب برگردونن، یعنی که بر مبنای باب اجارت که توی طرح توکلی بود که خب اون موقع اتحادیه و سازمان ها بودن پیش نرفت. بعد تا زمان رفسنجانی هم این قانون اجرا میشد بعد از تصویب اون در سال 69. بعد دور دوم ریاست جمهوری رفسنجانی که شروع شد که سیاست تعدیل جدی‌تر شد، شروع شد در واقع برای اینکه این مواد قانون کار رو شروع بکنن به حذف کردن یا اینکه کارگرها رو محدود بکنن، حق اعتصاب و اعتراضیشون بگیرن. بخشنامه‌های مختلف صادر شد و مقدمه به طور کلی مقدمه تغییر قانون کار شروع شد. بعد حالا آقای خاتمی که اومد رو کار، خب یکی از انتقادهای اونها نسبت به دولت رفسنجانی نسبت به سیاست اقتصادیش بود و مسئله قانون کاری که عدالت اجتماعی رو کم بهش بها داده. ولی با کمال تعجب بعد از یک مدتی هم خود دولت خاتمی هم در واقع همون رویه رو پیش گرفت و کارگاه‌های تا 10 نفر زیر کارگاهی دارای تا 10 نفر کارگر رو از شمول قانون کار خارج کرد. قبلا محافظه‌کارا تو مجلس پنجم گمون میکنم تا 5 نفر رو خارج کرده بودن از قانون کار. بعد خب در واقع همین ادامه پیدا کرد. زمان عملیات حتی از اینم بدتر شد، یعنی تلاش‌ها سعی کردن که اصلا عملی بکنن همه قانون کار رو بردارن مطابق با اون چیزی که آقای توکلی قبلا طرح داده بود اوایل انقلاب بر مبنای باب اجاره اونو تنظیم بکنن که خب اعتراضات و فشار شدید بود و اینها نتونستن انجام بدن، حتی به مجلس آمد ولی تصویب نشد. آقای روحانی هم اومد رو کار. خب اول با اینکه میخواد مثلا یه سری از قوانین رو اجرا بکنه، دستمزد رو زیاد بکنه، حقوق سندیکایی رو رعایت بکنن و تشکل و سازمان‌های مدنی و غیر ذالک که رو کار اومد، شروع کرد بلافاصله بعد از یک مدتی به اصطلاح سیاست‌هایی که شروع کرد، سیاست‌های جهت‌گیری ضد کارگری خیلی عمیق‌تری پیدا کرد و تقریباً کم و بیش شبیه سیاست‌های احمدی نژاد بود و حتی می‌خواست اون اقداماتی رو که احمدی نژاد نتونست قانونی بکنه به صورت یعنی حقوقی بکنه در قالب تصویب لایحه پیش ببره که عین همون لایحه احمدی نژاد و عین همون لایحه احمدی نژاد بدون دستکاری آوردن مجلس برای تصویب. ولی خب تو این لایحه همونطور که ما می‌دونیم تقریباً نه کلاً
تمام اون مواد حمایتی که در قانون کار وجود داره همه اونا رو نقشه کشیده بودن، یعنی تو این طرح بود که اینا رو از بین ببرن و در واقع قانون کار به جای اینکه قانون حمایتی بشه تبدیل میشد به قانون مثلا سرمایه‌داری، طرفداری از حمایت از منافع سرمایه‌دار به جایی که منافع کارگر رو بخواد حمایت بکنه در مقابل سرمایه‌دار که قدرت داره. و خب قابل تصور بود که کارگرها باش مخالفت بکنن، برای اینکه حتی قبل از اینکه این اجرا بشه اجزای از اونو به طور غیر قانونی به اجرا گذاشته بودن، مثلا همین قراردادهای موقت کار یا مثلا همین شرکت‌های کاری که مقرراتی که در شرکت‌های پیمانی وضع کرده بودن، یا مثلا در مورد همین اخراجی که کارفرما میکرد و در واقع رسیدگی نمیکردن و خیلی چیزای دیگه. خلاصه مطلب این که این در کارگرها در عمل هم به تجربه دیدن که معنی این تغییراتی که در قانون کار میخواد ایجاد بشه به زعم دولت چیه، یعنی طعم قانون کار و طعم تغییرات قبل از اینکه اجرا بشه چشیدن و به همین دلیل همین انگیزه‌ای شد. مخالفت هم از قبل وجود داشت، به اضافه اینکه خوشبختانه تشکل‌های مختلف کارگری حالا سرنظر گرایشاتشون کل این شروع کردن مخالفت یکپارچه، چند تظاهرات برگزار شد، چندین تومار گردآوری شد، از هر کارخونه‌ای مثلا اعتراضات به شکل‌های مختلف بلند شد و دفاع از قانون کار و مخالفت با لایحه ضد کارگری دولت خیلی شدت گرفت و اینها ناکام موندن. و با این حساب که ناکام موندن ولی حاضر نبودن به آسونی بازم پس بگیرن، کما اینکه هنوز با اینکه چند بار اعلام کردن که دولت پس گرفته ولی پس نگرفته، آخرین گزارشی که هست. ولی خوشبختانه اتفاقی افتاده که اون در واقع کمیسیون اجتماعی مجلس که این لایحه را می‌خواست به اصطلاح تصویب بکنه و بعد بیاد توی اجتماع مجلس، اونو تصویب نکرده که البته اونا هم می‌خواستن بکنن، دو دستی چسبیده بودن به این لایحه، ولی فشار اینقدر زیاد شد و اعتراضات آنچنان گسترده شد که مجبور شدن فعلا عقب نشینی بکنن و گفتن که دولت باید لایحه جدیدی بده، به خاطر اینکه سه جانبه گرایی نبوده اینا. مسئله اصلی این، ولی به نظر من اون عاملی که باعث شد که این شکست بخوره این طرح همون گسترش و گستردگی اعتراضات کارگرها و یه همبستگی بود که حول مخالفت با قانون، با تغییر قانون کار بین سازمان‌های کارگری به وجود اومد. سپاسگزارم. رفیق صادق، با توجه به توضیحاتی که دادین و اون تاریخی که در واقع قانون کار پشت سر گذاشته، چنانچه دولت روحانی مجدداً انتخاب بشه، مجدداً کارش رو ادامه بده یا هر دولتی دیگه‌ای بیاد، چشم انداز رو چی می‌بینیم؟ آیا کماکان بر سر تغییر قانون کار اقداماتی صورت خواهد گرفت؟ چنانچه پاسخ رو مثبت می‌بینیم؟ اقداماتی که کارگران و تشکل‌های موجود کارگری در کشور باید انجام بدن در مقابله با این اقدامات چه باید باشه؟ اینکه نیت اونها چی باشه با اینکه بتونن نیتشون عملی بکنن خب خیلی تفاوت داره. ببینید واقعیت اینه که نیت اینا تغییر قانون کار به همون کیفیتی که عرض کردم و همونطور که گفتم در تمام دولت‌ها این یک روند بوده، این فرایند طی شده و هم تو همین راستا حرکت کردن برای قانون کار. بنابراین فرقی نمیکنه کدومی که از این جناحایی که میتونن از فیلتر شورای نگهبان بگذارن رأی بیارن یا اینکه مثلا بر صندلی صدارت ریاست جمهوری بشینن، هدف از نظر سرمایه‌داری ایران و از نظر دولت‌هایی که در ایران هست سر جای خودش هست، این تغییر قانون کار میخوان بکنن و با اون حرفی هم که میارن که نمیدونم میخوان ایجاد اشتغال بکنن و نمیدونم سرمایه گذاری رو راش تسریع کنن، اینا همش بهانه است، برای اینکه عوامل دیگه ای اولا هست که باعث سرمایه گذاری در ایران، جلوگیری از سرمایه گذاری میشه، مانع میشه. دوما تمام اون کاری که کردن مثل همین حصر کارگاه‌های تا 10 نفر از شمول قانون کار و به اصطلاح برقراری نوع مناسبات استاد شاگردی، اینها هیچ کدامشون کوچکترین بهبودی در بازار کار، در رونق اقتصادی و در جلوگیری از رکود یا تنزل رکود به وجود نیاورده. بنابراین اونا بهانه است. ولی
این که مثلا دولت روحانی بخواد یا هر دولت دیگه آقای روحانی بیاد رو کار بخواد چه کار بکنه، من فکر می‌کنم که دولت آقای روحانی یا هر کدوم از این دولت‌ها میخوان همون هدف رو پیش ببرن، ولی بستگی داره به مقاومت کارگران که کارگران در مقابل اون چقدر مقاومت بکنن، وگرنه عزم همه جناح‌های رژیم برای تغییر قانون کار جذب شده و تغییری هم که مد نظر اونهاست این هستش که این قانون کار رو از اون چیزای حمایتی تهی بکنن، از اون مواد حمایتی و مقررات حمایتی تهی بکنن و یه چیزی فرمایشی بده و اختیار کارگر رو بدن به طور کلی در دست کارفرما و دولت و اونا هر جور دلشون خواست با کارگر برخورد بکنن. بنابراین نیت اونا کاملا آشکاره. الان هم با اینکه کمیسیون مجلس پس گرفته، بعد از انتخابات باید ببینیم که اون تغییراتی که اینا میخوان تو قانون بدن، یعنی پذیرفتن که خب این قانون رو بذارن کنار، حالا اونا بازمی در یک قالب دیگه به یک شکلی دیگه با یک ترفندی دیگه میخوان بیان این مقررات رو حذف کنن یا نه. بعد به نظر من اونا قصد دارن این کارو بکنن، در نهایت ممکنه یه مقداری بعضی چیزها رو تعدیل بکنن یا دو پهلو بکنن که بتونن هر جو خواستن تفسیر بکنن و به کارگران بگن که آره خب اینو مثلا تعدیل کردیم، ولی باید خیلی هوشیار بود کارگرها و به خصوص تشکل‌های کارگری و سعی بکنن که تا اونجایی که میتونن با هم دیگه همبستگی نشون بدن علیه قانون و نظرن تصویب بشه. قانون کار ایران در واقع قانون کاری هستش که درسته که خیلی از چیزا رو نداره، خیلی از مثلا اون انتظاراتی رو کارگر خواسته برآورده نمیکنه، ولی در مجموع به جز یه بخشش که خب تناقض داره و با حقوق کارگر تناقض داره، در مجموع قانون حمایتی است برخلاف اون چیزی که میشه. بنابراین ضرورت داره که از این قانون حمایت بشه و به عنوان گام اول و در اون جریانی که میخوان این قانون اصلاح بکنن تلاش بشه که نه فقط این قانون حذف نشه، بلکه اون قسمت‌هایش مثل قسمتی که مربوط به حق تشکل و این هاست اونها انطباق پیدا بکنه با استانداردهای حقوق کار و معاونه‌های سازمان بین‌المللی کار. این راهی است که به نظرم میشه این کار کرد و اگر کارگرها عزمشون رو جذب بکنن پتانسیلش رو دارن که جلوگیری بکنن از این و حتی قانون کار رو به اصطلاح اون بخشش هم اصلاح بکنن. از لطف شما سپاسگزارم. منم همینطور متشکرم.